سطر از شماست دیگه، درسته خانم قوامی عزیز؟ 1 سال گذشت، غارت حوالی مرطوب چشم‌هایت آغاز شد. یا و در ادامه‌ش هم 1 روز گذشت، 1 نفر دستش را برید و گردن من انداخت. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان و خوش آمد عرض میکنم خدمت تک تک دوستان. خوشحالیم که دومین جلسه از جلسات شعرخوانی تخصصی آوانگاردها رو با حضور همه عزیزان، به خصوص 2 مهمان بزرگوار، سرکار خانم فرزانه قوامی عزیز و آقای مظاهر شهامت نازنین، در خدمت عزیزان هستیم. خیلی خوش آمدین، قدم رنجه کردین از همه دوستان که تو این گرما زحمت کشیدن اومدن، سپاسگزاریم. به بهانه شعر و ادبیات گرد هم جمع شدیم. اینجا جلسه رسمی یا قرار باشه که بیلان کاری برای جایی باشه یا قرار باشه فقط پوستری زده بشه و در اون تحت عنوان جلسه‌ای برای آرشیو استفاده بشه. نه، ما واقعا به بهانه شعر جمع شدیم و اینکه عزیزان اینجا حضور دارن بهانه‌ایه که هم بشنویم و هم بخوانیم و مهمتر از اون بشود چراغ شعر رو به اشکال مختلف روشن نگه داشت، گرچه زبان است که ما رو تا کنون روشن نگه داشته. این نیست که ما فکر کنیم رابطه یک سویه است. پیش از جلسه عرض کردم خدمت خانم قوامی که سال 1391 که شروع سایت آوانگاردها بود، ما مفتخر بودیم به اینکه دوستان بزرگوارانی که شاعران جدی عصر خود ما بودند، از جمله خود خانم قوامی، آقای شهامت نازنین، اون موقع محبت کردن برای شروع سایت که ما تلاش میکردیم از جریان‌های نو هم حمایت کنیم، هم بستری رو برای مکالمه ایجاد کنیم حمایت کنن. و شعر ایشون در اون موقع وقتی که داشتم سرچ میکردم فایل های گذشته آوانگاردها، یادم افتاد که بله، حالا بعد از 13 سال که الان میزبان ایشون هستیم در جلسات، حالا جلسات پیشین هم آقای شهامت یا خانم قوامی تشریف آوردن یا بقیه عزیزان، ولی مسئله اینه که شعر اشتراکی است که بعد از سالیان دوباره ما رو به هم میرساند. یعنی اگر من در این مدت یادم شاید همون هول و هوش 90 بود، 1390 بود، آقای شهامت تلفنی زنگ زد و پرسید که احمد جان سمت خرم‌آبادی الان؟ گفتم که آره. گفت من یه پروژه دارم اون پل دختر دارم، نمیدونم اندیمش، اگه باشی یه سر میزنم. و من خیلی هم خوشحال شدم. حالا قسمت هم نشد هم دیگر رو ببینیم، ولی با این حال که زمینه ای جز شعر بین ما نبود و پیوندی نبود، یک شاعر در مسیرش که به جنوب میرفت فکر میکرد که یک همسخنی در مسیر داره و میشه گفتگویی برقرار کرد. حالا که سیاست، اجتماع، جهان امروز ما خبر زده است و هر کس داره به شکلی یک سلبریتی داره فضای کاری خودش رو پیش میاره، مخاطب خودش رو داره، هر کس به اشکالی. ما شعر زبان مشترکمون. پرحرفی نکنم بگم که به هر روز خوش آمدین. من خواهش میکنم با همین مقدمه‌ای که از شعر خانم قوامی عزیز که باز تکرار میکنم، 1 سال گذشت، غارت حوالی مرطوب چشم‌هایت آغاز شد. من خیلی این سطر رو دوست دارم و حالا نه برخلاف با نگاه دیگری که بعضی از عزیزان این گونه سرایش ها رو خیلی الزاماً تلاش دارن که تفسیری زنانه صرف یا متأثر از شعر فروغ و امثال این نگاه های زنانه بدانن. من خودم برای این شعر هویتی مستقل تر قائلم. انگار اصلا ورای یک بحث اینه که بخواد تفکیک بشه و روح زنانه به تنهایی در اون تنها بارزه و مشخصش باشه. خانم قوامی عزیز رو تشویق بفرمایید که در خدمت شما. من میخوام اتفاقا یک گپ کوتاهی هم در مورد
مفصل کارهاتون برامون بزنین، کتابایی که منتشر کردین که بعدش بریم سراغ شعرخوانیتون. چشمتون خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. خیلی خوشحالم که میبینم که بهانه شعر همه اینجا جمع میشن، چه بهانه زیباتر از شعر. و خوشحالم که هنوز کسانی مثل آقای بیرانوند و دوستان عزیز هنوز هستن که چراغ شعر رو روشن نگه دارن. خواهش میکنم. خب قوامی ما خب چندین مجموعه از شما در طول چند دهه گذشته منتشر شده. ما اولین مجموعه شعری شما رو در چه سالی در فضای ادبیات دیدیم؟ اینو میشه اول برامون بگین که ما مخاطبمون حداقل اطلاع داشته باشه که بدون این شعری که داریم میشنویم ما حاصل چند دهه فضای تجربه و آزمون و خطاست. من اواخر دهه 70 شعرهایی داشتم که اینها رو میخواستم ببینم که واقعا اینها اندازه محتوایی یا فرم و اینها چجوری هستن. من کارگاه‌های آقای آتشی رو شرکت کردم چون یکی از شعرام توی مجله کارنامه چاپ شده بود. آقای آتشی کارگاه‌هایی داشتن توی مجله کارنامه برگزار می‌شد. اونجا رفتم و دوره شرکت کردم کارگاه‌هاشون رو. میگم اواخر دهه 70 بود. بعد سال 81 که بعد از اینکه شعرام توی مجله‌های مختلف چاپ شده بود دیگه من یه مجموعه شعر چاپ کردم که اسمش هست گفته بودم من از نسل شهرزادهای مضطربم. این کتاب رو نشر میرکسرا در آورد که مال مجله کلک بود، حالا کسایی که خاطرشون باشه. اونجا چاپ کردم و شعرام هم که قبلش خب توی مجله‌های مختلف چاپ شده بود. بعد سال 84 این کتاب همین شهرزادهای مضطرب این نامزد جایزه کارنامه شد. توی سال 84 یه مجموعه دیگه چاپ کردم اسمش هست ببخشید داخل پرانتز خود عنوان شهرزادهای مضطرب خودش یک عنوان ساختار شکن بود، اون هم در شرایط فضای جو حاکم بر روزنامه‌های اون موقع. بله. و شهرزاد اصلا خودش نه اینکه بخوام برچسبی برای کار قائل بشم، بار زنانه حقوق زن متفاوتی رو اصلا القا می‌کرد. اینو می‌خوام از این جهت بگم دوستان وقتی به اون سال نگاه کنن و انتشار شاید بیشتر براشون روشن بشه ضرورت توجه به این کتاب چقدر مهم بوده در اون موقع. بعد سال 84 یه مجموعه دیگه نشر آرویج در آوردم که اونم اسمش هست از من فقط علنگویی میماند. اون کتاب هم نامزد جایزه خبرنگاران شد. دیگه من یه مجموعه دیگه آماده کردم که دوره احمدی نژاد بود و این رو نتونستم مجوزش بگیرم، غیر قابل چاپ شد. بعد از مدتی یه سری شعرها رو برداشتم و همین کاری که خیلی از دوستان موقع چون هنوز چاپ اینترنتی و اینها نبود این رو دارم نشر نیلوفر چاپ کردش. اسمش هست بعد از 7 ساعت و 29 دقیقه گریه. سال 94 هم یه مجموعه شعری با نشر چشمه کار کردم. کاترینا طوفان مورد علاقه من است. اون هم نامزد جایزه خبرنگاران شد. و بعد از اون یه کتاب دیگه سال 97 با نشر نیماژ کار کردم. وقتی عشق کهنسال بود. بعد مجموعه بعدیمو مجوز ندادن و یه 5 سال طول کشید. من دیدم خب به هر حال شعرها رو باید چاپ می‌کردم. نشر آفتاب نروژ برم اونجا چون اینجا سانسور شده بود، خیلی کتاب سانسور شده بود. بردم اونجا چاپ کردم و فرستادم برای آقای شکری. نشر آفتاب چاپ کرد. نشر نورهان کاغذی شد توی ایران در آوردم. اسمش هست اینک الهه آبهای راکد. دیگه این آخرین کتابم. یه مجموعه شعر دیگه هم الان آماده است که حالا
دیگه احتمالا شهریور ماه بدم ناشر که حالا دوستان عزیزی که اینجا هستش بدرود واپسین افسون پاندورا. اون بدرود واپسین افسون پاندورا. اون مجموعه بعدی هستش که حالا اسمش هم دیگه کاتب از کتابتم به رنج افتاد و اوراق از آب دو دیده ترسا. کاتب که سرد و گرم چشیده بود قلم به سبابه فشرد و خون گریست. آری این چنین بود سرآغاز زیستن و مردن. آری این چنین بود در سرداب از سوگ سرودن. قدم بگذار بر قالی سرخ و سبز، قالیه بگیران در نیم شب و پروا مدار از کشاکش صبح و شب. چند مرغ پرکنده در انتهای آسمان به هبوط می اندیشند. چند باغ نیم مرده از شاخسار زرد خود حماسه می سازند. چند مرد افسرده از رویای طرب بر می خیزند و بانگ مطربان قیلوله‌ام را می آشوبد. شهر غمگینم مرا ترک کرده و آسمانم به هر رنگ درآید دیگر آبی نخواهد شد. مسلول این سرفه هام، مسلول این زمستان پیچیده در بغض هام، در بند این ترانه ناخوانده از سوز هام. گوش فرادار و پاسخم ده، چرا شهر غمگینم از خیال خود به خاک باز نگشته؟ دکانداران به کدام طاق و ترمه با بهت می نگرند؟ نمی بینم دیگر گردن افراشته‌ای، نمی بینم، نمی خواهم دیگر آغاز دوباره‌ای، نمی خواهم. پشت عمارت موروثی دودمان آفتابیم قاصدان تومار آبی را می نوردند و از ماوراء بهار سخن می گویند. قصالان به آب و آهک می شویندمان و می سرایند. آری این چنین بود سرانجام نفسهای دزدانه. آنگاه که زجر بر زهر نتوانست پیشی گیرد و حلول اختران به تعجیل مرگ رنگ باخت. آنگاه که دست چرکین در دست یکدیگر نهادید و آب را که گوارا بود از حلق دیگرتان دریغ کردید. بریده بودند سم سرخ پریان نابکار را، بریده بودند گیسوی سبز درختان همجوار را، بریده بودند روزی گنجشککان شادخوار را. به قربانگاه باز نخواهم گشت، حلق مرا بردارید به او دهید که از خلقش بسی رنج ها دید و بیشکوه به فنا رفت و فنا. حلق مرا بردارید به او دهید که از نفسش صدها قناری خاموش به لحن باربد نوا ساز کردند و نوا. حلق مرا بردارید به او دهید که از کارد سیمینش بر گلوی سرخ فامم کاخها بنا کرد و کوخها. حلق مرا بردارید که مسلول این نغمه هام و آسمانم به هر رنگ درآید دیگر آبی نخواهد شد. شما که نانوشته میدانید و نارسیده میچینید، بازگردید به طعم تلخ گس در باغ عدن و درختان پیچیده بر شانه دیوار. باغ گیلاس ها و گلابی ها و سیب ها و خرمالوها. باغ حوض و حوری در سایه دلدادگان به حشر و نشر. بازگردید که اختران به سعد نحس فرو رفتند و قمر جماع به عقرب جراره کرده است. متشکرم. اسم شعر کتابت سوگی بود. اسم شعر من یادم رفت بگم. یه کار دیگه هم برای ما بخونین که بشنویم از شما و چقدر تصاویر زیبا و چقدر زبان یک دستی. درود بر شما. آیا نبینی قصه عاشقانه قوها را به قعر آب؟ آیا نبینی امواج فسرده دریا را به عمق خواب و فصول پیاپی را پا بر جا به کام مرگ؟
آیا نبینی طلسم سکوت را نشسته بر روان، راه ها را روانه به حیرت و راهیان را رنجور از آوای چکاوک؟ باش تا سیل دمادم جولان دهد بر کوه‌هات، تخت سنگ ها خو گیرند به آوات، غلطان به جالیز هوس‌ها پرتاب شوند و بپوشانند روی آسمان. در سیاهی آن لحظه خوف نفس‌هام بیامیزد با نفس‌های دیگری، بیامیزد با آتش و کنجی گرم، بیامیزد با لبریز و تندر از پس سرخ. بنشینم بر خوان گسترده مرگ، ورد و تسلیس بشکنم، از احلام و احرام بگذرم، بالا بلند مومیایی گنجینه در کنار و اسرار بسیار در بر پاشنه بچرخانم و بپرسم مدام تویی آسیه؟ موسات کجاست تا نبض رسوام به دست گیرد و رخشان شود سیماش؟ غرق شدم در نیلواره‌ای که شستشوی تنم بود، رقیق القلب می سرودم لحظه تباهی درد را در آغوش فراموشی. مرا ببین آسیه، قحطی به جانم افتاده، استخوان‌هام بر نغمه‌های جهانم ضرباهنگ جدایی نواخته. آن عصای جادو، آن عذاب عظیم مزارم را دو نیم نساخت. قدحی بنوش و احرام به تبار فرعون سپار، پای نازکت به دست گیر و سوی نیل شتاب. تو آسیه، تو هرگز به خواب اوباشان رفته ای؟ در کام آن دیگران غلطیده ای؟ همچون شاپرک ها گرد گلها رقصیده ای؟ قندیل بر مژه سوزانده ای و اشک از زبان شسته ای؟ همچون اندام حوا فتان و دلربا بر بام ها خندیده ای؟ تو آسیه، تو مزارت کجاست تا مردمان بر آن نوش خواری کنند و از رطوبت آن نخستین دانه بر بچه دانشان بروید، گیاه از گیاه بزایند و نیل به آبیاری اندامشان شتابد. تو آسیه، تو موسات را نفرین کرده ای تا کنون که جعد موهاش و کاکل رنگینش بسوزد به حرم آفتاب؟ از گاوهای سامری پرسیده ای تا کنون فرزندم کجاست؟ تو آسیه، تو پنهان از شویت بر آبهای عریان تن شسته ای؟ چشمهایت آیا میزبان چشم دیگری بوده به ناله؟ خشمت تا کنون شکسته شیشه عطر و قلب نازک اسیران خاک را؟ رانده ای برادران تنیت را از سرزمین موروثیت؟ تو آسیه، تو فرمان موسات زبر کرده ای آیا و پرسیده ای از او انسان کجا برود بمیرد با آرزوهاش زین پس؟ خوی نیکان کشته ای هرگز و از خون آدمی دیده ای خوشتر بر خاک داغ؟ فرمان برده ای تا ابد از دو مار خفته بر تابناک گنج نهفته بر سینه؟ فرمان ببر آسیه، فرمان ببر آسیه. 10 روز و شب مانده پایان جهان و سرگشته‌ام من. آتش به پا خواست از کوه و آتش به پا خواست از تور و آتش به پا خواست از دامان من. تو آسیه، تو 10 شب امان بده به تنم که از خاک است و خاک تنهاست و تنها را گزیر نباشد از تنها و گریز باشد از فرمان. مرا ببین آسیه، رقصان میان گرداب و خندان میان گرداب، قدحی می نوشم و فرمان به نیل می افکنم، خلخال به خاک می سپارم و برق نیمتاج به باد، گهواره واژگون می سازم برا بالا بلند و مومیایی می چرخم بر سیما به رنج هام، می سرایم از جان شیدام و ندا سر می دهم فرمان مبر آسیه.
خیلی ممنونم، دست شما در نکنه. تشریف داشته باشید. شاعرانی که در دهه‌های گذشته فضای نوگرایانه رو دنبال کردن یا دیدیم که درگیر شعر بودند و بعد در کنار اون یادداشت‌نویسی و نقد رو داشتن. کمتر داشتیم که البته در میون شاعرانی که از اقوام دیگر بودن، یعنی اقوام دیگر به زبان دیگری هم غیر از زبان فارسی به عنوان زبان مادری تسلط داشتن، تلاش‌هایی دیدیم. اما کمتر پیش میاد ما کسی رو ببینیم که هم در شعر، هم در داستان و هم در ترجمه نهایت استفاده رو از آن چه که دارد و آشنایی که به زبان دارد به مخاطبش برسونه و با اون در میون میذاره. خیلی خوشحالیم که میزبان آقای مظاهر شهامت عزیز هستیم. تشریف عنایت خیلی خوش آمدین. سپاسگزار از همه که برای دوره هم هستیم و یاد شعر مونده باشید. آقای شهامت عزیز، شما با این وجود که نمیشه برای شما جز نبگیم جوانان شعر هستین نه جز پیران شعر، شما به هر صورت جز میان سالانی هستین که تجربه هم آشنایی هم مجالست با بسیاری از بزرگان شعر معاصر ما رو داشتیم و من در هر خاطره‌ای که میشنوم از این عزیزان که در حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی حضور داشتن، در حرکت‌های ادبی حضور داشتن، وقتی صحبت میکنن، وقتی که میخوام مثلا تعریف کنن میگن آقای شهامت هم تشریف داشت. یعنی دقیقاً شما به شکلی حافظه تاریخی بسیاری از این جریان‌ها هستید و من شخصا خوشحالم که هم سعادت آشنایی با شما رو دارم و همین که شاهد تلاش‌های شما در این چند دهه‌ای که خودم علاقه‌مند ادبیات بودم شاهد این تلاش‌ها بودم، هم در حوزه ترجمه، هم شعر و هم داستان. خودتون محبت کنید برای ما جریان شکل‌گیری هم زبانتون در شعر، هم داستان و هم ترجمه پیش زمینه‌ای برای عزیزان بفرمایید تا بعد سراغ شعرهای دلنشینتون. از شود که یه شعری بود در جرماقه‌های عمومی گفت که هر که دارد امانتی موجود بسپارد به بنده وقت بود، نسپارد اگر شود مفقود بنده مسئولان نخواهد. شعر بود. سالو میگه که یه هایکوی ژاپنیه، میگه که هیچ کدام سخن نگفت، نه میهمان و نه میزبان و نه گلایلا. پشه صوفیزاده میگه دیدم زنانگی خون هوار میزد. من 3 نمونه رو گفتم، حالا نمیخوام دیگه حالا وارد دنیای حافظ بگم که میگه دوست دیدم ملائک در میخانه زدند و یه آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. فرزانه جان گفت که باید شعر نو آسیب شناسی بشه، ببینیم چرا اقبال نمیشه. من این حرف رو خیلی میشنوم، سالها دارم میشنوم، سالها میشنوم میگن که آقا ما نقد نداریم. بعد تعجب میکنم مگه میشه ما ادبیات داشته باشیم نقد نداشته باشیم، شعر داشته باشیم نقد نداشته باشیم، هرچی داشته باشیم ولی نقدش رو نداشته باشیم؟ این برای شخص من باورپذیر نیست. یا مثلا هممون دیگه یقه حکومت رو میشناسیم دیگه، حکومت میگه سازمان یقه میده دیگه دست ما، آقا سانسور، آقا سانسور، آقا سانسور، همه جا هم سانسوره دیگه، هر کاری بکنی سانسوره. ولی گاهی من فکر میکنم اگه سانسور نبود چی؟ ما زبان فارسی چیایی میخواست به ما بده؟ مثلا اگه سانسور نبود ما روابط اروتیک رو مینوشتیم، روابط نمیدونم میهمانهای اجتماعیمون رو مینوشتیم، این ادبیات بود؟
آیا مثلا ما میتونستیم مثل ویرجینیا وولف بنویسیم و که پشتوانه زبان آلمانی هست، تاریخ زبان آلمان هست، کشوری که میگن کشور ادبیات و فلسفه و که هنوز ما نمیدونیم هایدگر چی میگه. بعد وقتی ما بگه تاریخ مراجعه میکنیم، من یکم پرحرفی خواهم کرد اگه اجازه دارم، به تاریخی مراجعه میکنیم که همه چیزش استبداد زده است و بیش از همه زبان استبداد زده است و این زبان قرار بود چی بزاید؟ این زبان خیلی زور زده که این همه زایده. خب و نقدش هم همینقدر بوده، شعرش هم همینقدر بوده. ما در واقع قربانیان و فداییان این جریان هستیم. قرار نبود زبان فارسی اینقدر بتونه خوب باشه. از اینا که بگذاریم، من به تجربه دیدم تا جایی که شعر به تفسیر نزدیک میشه مخاطب عام و بسیط، تا به تعویل نزدیک میشه شعریت پیدا میکنه. وقتی به تعویل و شعریت برسه دیگه کار همه کسی نیست. شعر خوندن، گفتنش رو کار نداره، شعر خوندن. شعر نو مگه میتونه مثل شعر کلاسیک خونده بشه که اون همه میتونه تفسیر بشه؟ عرض کردم هر که دارد امانت موجود بسپارد به بند وقت ورود. پیامش مشخص، تفسیرش مشخص فلان، ولی اگه زنانگی خون هوار میزند چیکارش کنیم؟ فقط تعبیر. اونو 4 نفر مثلا آدمی که بالاخره علاقه به شعر داره، کتاب داره، نمیدونم تجربه زبان داره. یکی اینه که من اینو میخواستم بگم آقای بیرانوند، حالا کاش یه فرصت دیگه باشه ما اینو با هم صحبت کنیم. این که ببین زبان، اولا اینکه بگیم هم زبان، من یه جایی بودم گفتن که شعر فلانی میخواد به ماهیت زبان نزدیک بشه، در ماهیت زبان اتفاق بیفته. من ترجمه میکردم که آیا زبان یک ایستاست، یک وضعیت ایستا داره، یک وضعیت منجمد داره، خب که وایستاده اونجا که شعر من مثلا برسه به ماهیت و اتفاقا زبان یک حالا چیز دیگه مکانیکه، در واقع همیشه تپنده است دیگه. چجوری میشه که این ماهیت داشته باشه؟ اتفاقا فکر کنم تنها چیزی که ماهیتش قابل شناسایی زبان. حالا زبان هممون میدانیم که قبل از ما بوده است، حتی قبل از این مفهوم عینیت بوده است، هرچند خودش بعداً تبدیل به عینیت شده. حالا قبل از ما بوده یعنی چی؟ یعنی باستانیه، یعنی آرکائیک، یعنی مقاومت میکنه در تبدیل شدن و عوض شدن، یعنی ارتجاعیه، یعنی زبان تاریخ را بیان نمیکنه، تاریخ خود را بیان میکنه. خب شعر چی؟ شعر میخواد زبان را بشکند، از زبان خارج بشود، مترقیه، جلوتر میبینه و عجیبتر میبینه. خب میخواهد این شکست زبان را چگونه حاصل بکنن؟ با خود زبان. شاعر یا شعر جز زبان چی چیز را در اختیار دارد که علیه زبان برخیزد؟ یعنی تا زمانی که ما در زبان مداخله نکردیم، تا آن را به هم نریختیم، تا سلطه و استبدادش را به هم نزدیم، شعر متولد نمیشه. برای این کار با خود زبان، با زبان در واقع برخورد میکنیم. بنابراین شعر اگر حاصل شود پیروزی نیست، شکسته، شکست در مقابل زبان. در واقع پیروزی من روایت این شکسته که اون شعر. این من فکر کنم یه مبحثی میتونه باشه که مثلا ما اینو کار بکنیم و تبدیل به یک ادعا نشه. از این بگذاریم. حالا ما با هم مقدمه‌ای که فرمایش کردید تو، چون ما در برنامه‌مون گذاشتیم، اجازه دارم بگم در مورد فضای کتاباتون که یک جلسه‌ای رو می‌خوایم اختصاص بدیم به مرور کارنامه و نقد کتاب‌های آقای شهامت عزیز که بر صورت حوادث اجتماعی و شرایط کشور باعث شد که ما این رو عقب بندازیم، چون چند تا برنامه بود که به نوبت همه رو چیده بودیم و این برنامه عقب افتاد. در اونجا میتونیم آقای شهامت عزیز به همین مبحث با همین فضا صحبت کنیم و قسمتی از
بحث رو به اون اختصاص بدید. خواهش میکنم. از اینکه بگذارم اگه قصد در واقع معرفی باشه، خوشبختانه من بچه دهات بودم و همیشه دهاتی موندم. بعد تصمیم گرفتم از ادبیات و زبان و نمیدونم هنر یاد بگیرم، شاگرد بمونم و متاسفانه چون استعداد کمتری داشتم همیشه شاگرد موندم. خب با وجودی که در همه مجالس و به قول شما جریانا بودم و ضمن این که من از نسلیم که دهه 60 رو تجربه کردیم، که دهه بسیار عجیب که من نمیدونم سورریال یا جادو، یه دهه‌ای که کوچه ها پر مرگ بود. این که مثلا چرا ایشون ریش داره ایشون نداره واسه اعدام میشد. بعد مثلا بطری خالی مشروب فلان جا گرفتم با سنگسار بشه. بعد همه چیز عجیب غریب دیگه، چجوری بگم آخه، مثلا دنبال مشروب می اومدن، کتاب پیدا میکردن، جرم کتاب از اون بیشتر بود. این که در خونه تو قرآن هست، کتاب دیگه. خب یه همچین دهه‌ای رو ما تجربه کردیم با یه سری آرمان‌های خیلی بزرگ که مثلا یه اردوگاه سوسیالیستی بود پشت در واقع حصارهای آهنین که همه رویاهای ما رو تشکیل میداد و جالبه هم رویای ما بود هم کابوس حکومت. همینقدر که ما در این حماقت رویای زندگی میکردیم اینا هم در کابوسش زندگی میکردن، میکشتن، ما کشته میشدیم، شهید میشدیم. خب بعدش حالا بعدها دیدیم که بابا دنیا اصلا انگار یه چیز دیگه بوده. حالا من جالبه مثلا خیلی از دوستان میگن این 57 ها رفتن انقلاب کردن، میگن بابا اون موقع جز انقلاب کسی کاری نداشت آخر، چاره جهان انقلاب بود. خب شما حالا دنیای دیگر رو تجربه کردین، یه چیزی میگین دموکراسی و فلان. آخه جالبه من همیشه فکر میکنم تنها نظام هوشمند تجربه شده نظام سرمایه‌داریه که کمک میکنه همه چیز شکوفا بشه تا به اقتضا کشیده بشه. کمک میکنه همه چیز شکوفا بشه، چون صاحب هر عقیده باشین، هر ایده باشین، برین نظام سرمایه‌داری قبولتون داره، وام هم میده و فلان همه کار میکنه، تبلیغ هم میکنه، آگهی، رکلام فلان. اتفاقا تنها چیزی که مقاومت کرده شعره. همه چیز ما کالایی شده، نقاشی کالا شده، داستان کالا شده، همه هنر. تنها چیزی که هنوز مقاومت میکنه، اتفاقا به خاطر همینم مخاطب کمتری داره، شعره. هنوز مقاومت میکنه که کالایی نشه. در این جهان کالایی بودن این نظام بالاخره اومد فاش کرد. در این فاش شدن همه وجود ما هم اومد وسط. بگذاریم حالا در آن زمان به هر حال یه حسایی بود، ما هم مثلا دنبال فقط این بودیم نبودیم دیگه، حالا یکم خوشخطیم بریم شعار بنویسیم که کارگران جهان متحد شدید. خب یه ما دارم فکر میکردیم که به این کارگر شعرم بگیم دیگه، چون مثلا مایکوفسکی هم هست دیگه، پوشکین هم هست دیگه، بیشتر از اون دنیا در واقع تحصیل میکردیم و اینا. و کتابخوان بودیم، داستان می‌نوشتیم و چی و فلان. بعدها گفتن اینا چیزای خوبی هم میشه چاپ کرد، میشه فلان. من یادم اولین بار یه شعرم، حالا کار ندارم، زمان شاه در مجله رستاخیز یه داستان من چاپ شد و در کیهان که حالا مال آقای شریعت مداری نبود، یکی از شعرام و اسم من تایپی در با تایپ زده شد و من چقدر خوشحال شدم، فکر می‌کردم چقدر بزرگ شده. بعدها در هر صورت تا سال 70 من مقاومت داشتم برای انتشار مجموعه که اون موقع آقای کوشان دیگه اصرارشون نشر آرز بود، اولین مجموعه شعر ما رو گفتن که چاپ بشه. سال چند بوده؟ اون موقع سال 70. آره. بعد من دیگه از تهران رفتم قشم، کارم اونجا بود، موبایلینا هم نبود، یا چجوری مثلا اسمشو انتخاب بکنید. بعد کوشان گفته بود بزنید نقص نشار، این نقص نشار و بعد حالا رمان ها و نمیدونم داستان‌های کوتاه و فلان. بعد قبلا خوشحال بودم میشمردم، یادمه که از 20 رد شد دیگه نشمردم تعداد کتابایی که چاپ شد دیگه نشمردم. ولی به هر حال یادمه مثلا مجموعه داستان‌های کوتاه هم هست، دل دامال و به عبارت دیگر اصلا هم ناگهان نبود. بعد از
مهستان فقط خوابهای من، اینا داستان‌های کوتاه بود از رمان‌ها. آینه دندان گراز هست، 3 نقطه آدمیان که در 3 نقطه ویرگول‌های آبی زمین، بعد دندان‌ها یک روایت آشفته، بعد شعران فکر کنم 8-9 دفتر هست، از جمله از کنج چندم دایره، جمهوری برزخ، از هر ازگاه، بعد نمیدونم اینم بود چیز خندیدن در استعاره شلیک و 2-3 تا هم کار ترجمه بود. ترجمه ها رو از عناوین ترجمه ها ببین ترجمه من یه مقدار از استانبول کار کردم. البته من بگم که من 2 زبانه هستم، یعنی هم شعر فارسی میگم و هم شعر ترکی. بسیار دوست دارم شعر ترکی ها منتشر کنم، چون یه تجربه عجیبه و که شعر ترکی رو میگم یه شخصیت دیگه داره، خیلی عجیبه برام. و که مثلا فارسی میگم یه شاعر دیگه هستم. به خاطر این تفاوت خیلی دلم میخواد اینا رو منتشر بکنم، ولی متاسفانه به شدت نفرت پیدا کردم با جریان پانتورکیسم و اونا هم به شدت نفرت پیدا کردن از من که من آدم خودفروخته هستم. رابطه دو سویی است. آره دیگه، آدم قبلا آقای دکتر رضا براهنی بود، من بودم، بعد نمیدونم یکی دیگه هم بود. بعد آقای براهنی لطف کردن یادش بخیر چند تا رشوه دادن جماعت همزبان من، گفتن که من مثلا رو تخت سیاه ترکی نوشتن، معلم به من گفت بلیس، خب یا مثلا یه شیخانی چیز انداختن تو چیز ترکیه، همشون دربتی ها فارس بودن، مثلا بهار رضایی چی رفتی به ترکی داشت من نمیدونم، مثلا چند تا این، ولی مثلا عمران صلاحی هم بود که تو اون موقع شعرهای ترکیش نیامده بود، خب بعدها ترجمه در آورد و فلان، کار ندارم. به هر حال اونا هم هست و یه بخشی از در واقع ترجمه های من از ادبیات در واقع ترکیه است. یه مقدارش بعضیاش در واقع منتشر شده، بعضیاش منتشر نشده و مثلا اخیراً پیاده روی سطرهای هراسان در پیاده رو مال لیاندیه که خود لیاندی نامستعاره، حالا باید یه جلسه از شعراش بخونیم ترکی و فارسی شو. بعد یه سری کارهای آذربایجان ایران رو من ترجمه کردم، از جمله یک رمان نویس و شاعر بسیار خوبی داریم در آذربایجان، آقای صالح عطایی، که اینا ما یه سری دوستا بودیم که هم مثلا هم کلاسینا بودیم، همین که هم عقیده بودیم. خب بعد از اون بچه‌ها مثلا شهرام شیدایی بود که شاعر بسیار خوب بود. بعد آقای رضا علیزاده است که ارباب حلقه ها اینا رو ترجمه کرده. که بعد این بچه سوسول بود، یکم قیافه است، بیشترین کتک بود در زندان اون خود. خب تو چرا خوشگلی مثلا. خب بعد و ماها اومدیم دنبال ادبیات فارسی، بعد چیز در صالح عطایی ترکی کار کرد، بسیار زیبا کار کرد که از جمله کتاب بلکه دهادیان ندیم یا شاید دیگر نتوانم بگویم ترجمه شهرام شیدایی و چکاچکات به فارسیه که یک مقدمه هم بعدها چیز رضا سید حسینی نوشته و فلان. بالاخره یه رمان ترکی داره و اونو ترجمه کردم که یک ویرایش هم چیزهای حافظ موسوی داشته و فلان. در هر صورت اینا هم هستن که حالا ببینیم که میشه منتشر کرد. کارنامه پرباری داریم، درخشان است و چه خوب که با ما در میون گذاشتیم رو. دو تا از شعراتون هم بشنویم آقای شامت عزیز. و سپاسگزار اون مقدمه هستم که در مورد زبان نظرگاهتون گفتیم. البته فقط دانسته های دوستان من تکرار کردم، ولی من بس اینه که به اینا ضرورت داره که فکر کنیم. تا زمانی که اینا رو فکر نکنیم، مباحثه نکنیم، ببین من اعتقادم اینه که تا یک فکر به زبان نیاید عینیت پیدا نمی‌کنه. باید به زبان بیاید، گفتگو صورت بگیرد. قدیما این کارو می‌کردن دیگه. شما فکر کنید مثلا کافه نادری همه اونجا بود. صحبت می‌کردن، نتیجهش میشد فلان کتاب.
نتیجه میشد حتی فلان شعر. ما این امکانات رو از خود فرانسه هم همین بود، کافه ها بودن. خب این کافه ها رو ما نداشتیم، یعنی محل های گفتگو رو نداشتیم. حالا باید اینا به وجود بیان، نتیجه بشه یک توری، نتیجه بشه یه آنتولوژی، نتیجه بشه یه تحقیق و اینا. و اینجوریه که ادبیات تپنده میشه. و یعنی جمع بشیم، خب هر کسی حسی پیدا کرده، بالاخره 10 خط 20 خط نوشته دیگه، نمی رایه میدیم. خب همین. خب اتفاقا تا شما شعر پیدا میکنید من اینو عرض کنم که من فکر میکنم کلا چیزی که بهش نیاز داریم ما مبانی اصلا و خیلی هم ضروری است، بیشتر از جلسات ادبیات به محافل ادبیات نیاز داریم. یعنی کمی فاصله سخنران و مخاطب کمتر بشه و شاعر و نظر پرداز مثل گذشته رابطه صمیمیتری پیدا کنه و به جای اینکه تلاش کنه برای خودش فالوور جمع کنه، تلاش کنه که به گفتگو برسونه مطلب رو، ما درگیر دیالوگ بشیم. چیزی که همون فضای استبدادی زبان که گفتین، سالها خود زبان ما مستعد این فضای استبداد هست، شرایط رو هم ما بهش پا بدیم، به تکنولوژی شکلی پا بدیم که یادمون بره اصل گفتگو چیه. میبینی طرف یه مقاله گذاشته توی مثلا میگم فلان سوشال مدیا، گفته بخونیم، لایک میشه، یعنی من فقط عنوان میکنم این کارو کردم ولی کسی نمیخواند که من چه کردم. حالا میگیم اون عمومیه، خصوصیش که باز نیازمند هست این گفتگو برقرار بشه. حالا برای ما بخونیم که چشم، من اگه اجازه بدین 2 تا شعر میخونم و احتمالا یکیش حالا بلنده دیگه. خواهش میکنم. مگر ما بودیم هرچه حرف نشانه را افتضاح رسوا، مگر ما بودیم هرچه حرف اشاره را بلند در جهت به طرفه، بودیم و پرنده هم بر آب میبارید، بودیم و آب هم بر پرنده و چند چاقوی تابان میبارید. حالا لابد قدم میزنی تو تنها و را به یاد می آوری و آن را، چون چرا را چنگ زدم از درد، آواز تو را می نواخت و چنگ می زدم، به چنگ می زدم هر دم افزون. بنشین با من همینجا، باد خواهد آمد، شب هم باران هم، و در ساعتها آشوب هست، حتی در ساعت بالای برج هر میدان که از چند قرن پیش مانده هنوز به یاد دارد تنازع تنها را و هر تن را و عشق بازی تنها را بعد از مرگ. مگر ما بودیم هرچه حرف اشاره را بلند در جهت به طرفه، بودیم هستیم ما و آنها و چیزی از ظرافت معنای سنگ کلمات دهان من را می چشد می مکد. مگر ما بودیم هرچه حرف نشانه را افتضاح رسوا، بودم هستم من مانده از ساق پاهای تو بیشمارش لطمه های رگهایت. هستم من زیر بارش پروانه ها از شانه تندیسی از تو، پای ثابت در آستانه ورود به وسعت خاطره. طرف چاقو گرفته به طرفم، غصوب بریدن حنجره ابری من است و تو لابد اکنون به دنبال سایت همچنان می‌دوی. یکم حالا بلندتره ببخشید. اسبی که اسب سیاه، اسبی که اسب سیاه به اندازه هم کلمه سیاه و هم کلمه وحشی، اسبی با یال بلند بی‌ربط به زبان سرخی در کافه دنج، اسبی با تفکر متافیزیک با حدود اندک گشایش لبه‌های قیچی از هم، اسبی با تصمیم بزرگ برای گذشتن از وسوسه ترک سیگار، اسبی که از دهان رئیس جمهور پریده
تا بگوید من هستم فقط مثل خودم. بایستد کنار خیابان و به سوی زنان زیبا شیهه بکشد. ابری لجوج باشد بایستد روی میزی و کنار نرود. اسبی که از دهان مدیر بحران جست بزند و به دنبال شیهه خود تا میان جمله فلوت افلاطون طلایی بود بدود. اسبی که رام شود یا باشد و باژه کج و موبج سرخ را سوار کند و به خانه نلسون ماندلا در دروازه دولاب تهران ببرد. اسبی که در کنار تو بایستد. نگاه کنید به حروفی بر روی شانه های عریان من. نگاه کنید و صبر کنید تا خوانا شود و تو جمله ها و سوال های عجیبی بگویی. مثلا دریایی اگر شاعرانش را ندرخشاند می خشکد. مثلا هیچ استخوان بزرگی برای ساختن هیچ آدمی لازم نبود. مثلا آیا میدانیم هر راهی که میرویم به جایی ختم نمی شود؟ مثلا در خون هر پیرزنی، هر پیرمردی، هر کودکی که سری در هوا دارد، هر کودکی که پایی در هوا دارد، هر پیرزنی با چشمان آبی، هر پیرمردی با پوست چروکیده در یک سوی سینه‌اش ذراتی از طلا جریان دارد. اسبی که ابرها را میچرد، اسبی که میتازد و به باد میگوید همراه شو عزیز. مثلا با حروف روی شانه های تو خواهم فهمید در جهان چیزی گم شده است که ما از ابتدای تاریخ راه افتاده ایم شاید پیدایش کنیم. مثلا هر درختی که ایستاده آسمان را نگه می دارد و هر درخت افتاده زمین را می میراند. اسبی که باد را تنها می گذارد و به خانه می رود و با خود می گوید خیلی خسته‌ام. مثلا اسبی که روبروی ما غمگین است، روبروی درخت می گرید، روبروی تو سرخم می کند و من هزار کرگدن می خواهم با هم به مثلا های تو فهم کنیم. متشکرم.